مگه نمیگن شکر نعمت افزون کند؟ من چرا هر چقدر شکرگزاری میکنم میگم خدای دمت گرم، خدای شکرت، امروز روزی داشتیم، امروز درآمد داشتیم، امروز همه چی خوب بود، چرا این نعمتهای من زیاد نمیشه؟ چرا این شکرگزاری من واقعا نتیجه نمیده؟ یعنی سوال دیگه، چرا من شکرگزاری میکنم نتیجه نمیده؟ آیا بقیه شکرگزاری میکنن نتیجه میده؟ اصلا کلا شکرگزاری درست چجوریه؟ یعنی اصلا شکرگزاری کجا پیاده میشه؟ توی این ویدیو من میخوام درباره موضوع شکرگزاری براتون صحبت کنم و چیزایی که واقعا درسته رو بهتون بگم. ببین، چیزی که توی ذهنت من کار ندارم درست و غلطش، من میخوام چیزی که خودم تجربه کردم، توی زندگی دیگران دیدم و واقعا میدونم این پیاده کردنش کمکت میکنه، میخوام اینو بهت بگم. به نام صادقی هستم و خیلی خوشحالم که این تایم در خدمتتونم. ببینید، یکی از موضوعاتی که همیشه واقعا چالش شده بحث شکرگزاریه. دفترچه شکرگزاری، نمیدونم سیستم شکرگزاری، هر روز 10 بار بنویس، با خودت تکرار کن. خیلی ها هست، این روش ها همگی وجود داره، من هیچ کدوم از این روش ها رو رد نمیکنم، نمیگم غلطه، من میخوام شما رو برم ریشه یه کار. یعنی ببین عزیز من، مشکل توی شکرگزاری نیست، مشکل در تویی که شکرگزاری میکنی. یعنی اصلا خود قضیه شکرگزاری موردی نداره، تو به هر زبونی شکرگزاری میکنی بکن، اصلا ترکی شکرگزاری کن، انگلیسی، فرقی نمیکنه. اون شکرگزاری در صورتی نتیجه میده، در صورتی قابل قبوله که تو براش آماده باشی، تو درست پیادش کنی. شکرگزاری یعنی چی کلا؟ میگن شکر نعمت افزون کند، درسته؟ شاکیان مردم، ملت شاکی، آقا چرا برای من جواب نمیده؟ از صبح تا شب تا تسبیح میگیرم میندازم، صلوات میفرستم، نمیگم شکرگزاری میکنم، میگم الله اکبر، تسبیحات 40 میکنم و هزار تا چیز دیگه. خب این یه جایی کار میلنگه دیگه. عزیز من، شکرگزاری نباید از روی نیاز باشد. یعنی من شکرگزاری کنم که خدا بهم بده، خب این دیگه معامله است. شکرگزاری یعنی چی؟ نه واقعا شکرگزاری یعنی چی؟ شما میری اداره، طرف وظیفه‌ش هم از کارشو انجام میده، وظیفه‌شه، و کارت که تموم میشه برمیگردی میگی آقا دست در نکنه، خیلی ممنون، تموم دیگه، درسته؟ تموم. آیا تشکری که ازش میکنی بابت کاری نیست که برات انجام داده؟ برای خدمت نیست که برات انجام داده؟ خدا هم همینه، شکرگزاری برای کارهای قبلیته، نه برای کارهای بعدیت. یعنی تو قرار نیست شکرگزاری کنی که بهت بده، تو شکرگزاری میکنی چون سالمی. آقا خدایا، من میتونستم مثال میزنم، چکم دیر پاس بشه، پاس نشد، حل شد، آقا اوکی، مشکلی پیش نیومد، دمت گرم، خدایا شکر. من یه امتحان خیلی سخت داشتم، مدت زمانم خیلی کم بود، شرایطم مثلا سخت بود، تونستم قبول شم، خدایا شکر. شکرگزاری از ته دل با تمام وجود بابت آن چیزی است که خدا تا الان بهت داده، همین الان داریش، خدایا شکر. خودم سالمم، بچه‌ام سالمه، خدایا شکر، زندگی خوبی دارم، آرامش دارم. آقا شکرگزاری برای اینه، با این دیدگاهه، نه این که تو بگی من شکر میکنم که خدایا تو بهم بدی. اصلا اینجوری نیست. شکرگزاری خالصانه باشه، از ته قلبت باشه، با تمام وجودت باشه، اون شکرگزاری نعمتت افزون کنه، اونجا درسته. آقا من این قضیه چیه؟ ببین، من همیشه یه مثالی میزنم. شما زمانی که مثلا از من یه چیزی میخوای، حالا هر چیزی میتونه باشه، مثلا تو میگی آقا مثلا به من خودکارتو میدی، مثلا من میگم باشه، به خودکار به استفاده کن. زمانی که از این خودکار استفاده میکنی، خودکار رو پس میدی بالاخره دیگه. من نگاه میکنم این خودکار چجوریه، تو چجوری با این خودکار برخورد کردی، برخورد تو باعث میشه که سری بعد خودکار رو بهت بدم یا ندم. یه خودکار ارزش ریالی هم نداره، 20000 تومان. این یعنی چی؟ یعنی خدا یه چیزی بهت میده، تو با عملت شکرگزاری تو ثابت میکنی، بنده خدا، نه با حرفت. اصلا مهم نیست تو کلامی هم شکرگزاری کنی یا نکنی. آقا من مثال میزنم، من یه ساعت دارم، خدا کمک کرده من ساعت خریدم، آقا پیراهن خریدم، من چجوری با این پیراهن برخورد میکنم؟ من چجوری با این ساعت برخورد میکنم؟ خدا نگاه میکنه، خب آقا تو همین قدر همین نمیدونی، تو ارزش همین نمیدونی، من بهت دادم، من پولشو بهت دادم، تو ارزش همین پول نمیدونی. من میبینم آدم هست در طی مثلا شبانه روز توی بازار مردم اینا میبینم مثلا میگه این درآمد ما داریم، آقا خدا ببره، خدا میبره. تو فکر چجوری میبره؟ سیستم چجوریه؟
مستقیم نیست، مستقیم از درآمدت کم نمیکنه. چجوریه؟ قضیه چیه؟ طرف میگه من شکرگزاری میکنم درآمدم بیشتر نمیشه. من یه سوال میپرسم، آیا هزینه‌هات زیاد شده یا نشده؟ طرف میگه نه نشده. اون شکرگزاریت نتیجه داده. آقا من اگه مریض بشم مگه نباید برم 1 میلیون خرج کنم 2 میلیون خرج کنم که حالم خوب شه؟ اون 2 میلیون آیا سود نیست برای من؟ من اگه گوشیم بیفته LCDش بشکنه باید 10 تومن خرجش کنم. آیا اون 10 میلیون سود نیست برای من؟ آقا شکرگزاری اینجوری جواب میده. شکرگزاری نیست که تو درآمدت بیشتر بشه. تو یک ماه 20 تومن درآمدته، درسته؟ اون 20 تومنه 10 تومن خرجته، 10 تومن برات باقی میمونه. اون یه فاز. یه ماهی هست 17 میلیون خرجته، 3 تومن برات باقی میمونه. خب کدومش به نفعته؟ بابا شکرگزاری این نیست که تو بگی حتما من باید خدا بهم بده 20 بشه 22 بشه 25 و بشه شکرگزاری نتیجه داده، شکر نعمت افزون کن. آقا شکرگزاری اینه که تو سالمی. دیدی وقتی سرماخوری ساده، خدا شده میگی دکتر میگه آقا هر چی میخوای بهت میدم، فقط خوب شم، زودتر خوب شم. نه قسط یادته، نه وام یادته، نه کرایه خونه یادته، میگه آقا فقط خوب شم. میگه اگه خوب شم یه کاری میکنم، یه حرکتی میزنم. عزیز من شکرگزاری به این سیستمه که شما برای آن چیزی که خدا بهت داده شکرگزاری کنی. چیزی که داریش، هر چیزیه، بچت، خانوادت، زنت، نمیدونم زندگیت، شوهرت، ماشینت. آقا شکر خدایا شکرت من اینو دارم، از ته دل شکرت. آقا من اگه پیاده بودم چیکار میکردم؟ ما یه تایم خودمون پیاده بودیم توی هم بحث ماشین و اینا، ماشین نداشتیم. خیلی واقعا اذیته. میخوای بری یه جایی با اسنپ بگیری، 24 اسنپ نیست اون تایم، چیکار میکنی؟ مجبوری یه مسیری رو پیاده بری، گرم، سرد، باران، از اذیتی دیگه. آقا چیزی که داری قدرشو بدون. شکرگزاری اولش همینه. حالا تو میخوای شکرگزاری کنی، دفترچه خریدی، از اون دفترچه می‌نویسی خدایا شکرت بدنم سالمه، خدایا شکرت خانواده دارم، خدایا شکرت اینه، خدا خیلی خوبه، اصلا ضرر نداره، اصلا بد نیست، بنویس. اما از ته دلت به چیزی که می‌نویسی ایمان داشته باش، باور داشته باش، از ته دلت شکرگزاری کن، از ته دلت تشکر کن. آقا شکرگزاری متفاوته، سیستم مختلفه. یادم قدیما من مادر بزرگم بهش میگفتیم ننه آقا بهم تعریف میکرد، میگفت که یه چوپانی بوده توی مسیر چیز میکنه، توی مسیر داره یه چیز داره، یه آبایی داره، عبا اصطلاح ما بهش میگیم آبا، عبایی داره پنش کرده و همونجور نشسته یه سجده میکنه، میگه آسا آبا، آسا آبا، همین 3 بار همین. میگه موسی پیغمبر از کنارش رد میشه، حضرت موسی بهش میگه آقا این غلطه، این سیستم شکرگزاری تو این غلطه، اینجوری نیست، اینجوری انجام بده. چوپانم خب میدونه این پیغمبره و از این حرفا میگه باشه، تلاش میکنه که یاد بگیره. موسی میره دیگه، مسیرشو میره و اینا. این چوپانه یادش میره، اصلا آسا آبای خودش هم یادش میره، مال موسی رو یاد نمیگیره هیچ، خودش هم یادش میره، مال خودش هم یادش میره. خدا به موسی میگه موسی برو سری برو بهش، همونی که بهش بگو آقا مثلا من اشتباه کردم، برو بهش آسا آبای خودش رو یادآوری، همونی که مال خودش، من اونو قبول دارم. خود میگه با اون غلطه، میگه آقا من قبولش دارم، اون همون آسا آبا رو از ته دلش میگه، همونو بلده، 100 همونو به 100 پیاده میکنه، عدد 100 روشه، من اونو میخوام، اون برای من خوبه، چیزی که تو میگی رو من نمیخوام، اون برای این جواب نمیده و همونی که خودش میخواد میخوام. آقا نه ربطی داره به نماز خوندنت، نه ربطی داره به نمیدونم روزه گرفتنت، نه ربطی داره به نوشتنت، و هر روشی که از ته دلت صدته میذاری شکرگزاری کن. اون نتیجهش رو چجوری میبینی؟ ببین توی یک هفته 10 روز نتیجهش رو خودت میبینی، ببین چقدر حالت بهتره. آقا اینجوری نگاه کن، من روزیم اینه که ضرر نکنم، روزیم اینه که پولم الکی هدر نره، روزیم اینه که یه تیکه طلا دارم، یه ساعت دارم، یه وسیله دارم گم نشه، دارم دوباره بخرم. آقا روزی همینه. تو فکر میکنی چیه؟ تو فکر شکرگزاری، شکر نعمت افزون کند، تو فکر میکنی چجوری افزون میکنه؟ همون پولی که از دست نمیدی میمونه، میشه روزیت. دیدگاهت به شکرگزاری اینجوری باشه، یعنی اصلا شکرگزاری نکن خدا چیزی بهت بده. آقا نمیده اینجوری. من شکر کنم من سر سفره‌ایم، خدایا 1000 مرتبه شکرت، الهی شکرت، خدایا شکرت ما غذا داریم، تا فردا دوباره بهم بده. نمیده اینجوری.
تو باید شکرگزاری کنی به همینی که هست از ته دل. اگه فردا ندادم باید شکرگزاری کنی. آقا همینه، شکرگزاری برای اونیه که تو داری. فردا نون پنیر داری، شکر خدایا شکر نون پنیر داری. خدایا هزار مرتبه شکر. اینم داریم. الهی شکر. این نیست نه امروز چلو مرغه. اگه فردا یه دفعه کفگیر به ته دیگ بخوره هیچی نداشته باشیم نون پنیر بخوریم، خدایا این غذا ما دیروز شکرگزاری تو کردیم بهمون دوباره چلو گوش بدی این غذاست. آقا این دیگه چه مدلشه؟ شرطی نداریم. ما اصلا چیزی به اسم شرط و شروط نداریم، معامله نداریم. تو کار خودت انجام میدی، خدا کار خودش انجام میده. اصلا خدا میخواد تست کنه ببینه من دیروز بهش چلو گوش دادم گفت خدایا شکر، فردا بهش نون پنیر بدم این فردا چی میگه؟ بهم باز میگه خدایا شکر. آقا من همون رو بهش دادم، خودم عمدن کمش کردم، میخوام ببینم این بنده چقدر میارزه، عیار دستش بیاد. حالا فرداش به اندازه 10 تا چلو مرغ بده. آقا خودتو ثابت کن. میگه تو اول برادری تو ثابت کن. این همینه. ما از صبح تا شب شاکیم، مینالیم، معترضیم که چی بشه؟ طرف یه تصویر گرفته دستش 2 متره از صبح تا شب صلوات میفرسته. آقا بد نیست بفرست. تهش ایمان قلبیته، از ته دلت با تک تک سلول های بدنت با خدا حرف بزن، ازش تشکر کن، شکرگزاری کن. خدا شاهده برات معجزه میکنه. آقا من اینو دیدم، با چشم خودم دیدم. من یه تایمی نماز میخوندم، دیدم نتیجه نمیده. چرا؟ فکر کردم دیدم آقا نتیجه نمیده. من دارم نماز میخونم که خدا بهم پول بده، خدا بهم برکت بده، خدا بهم کاروبارم روزی بده، نتیجه نمیده. یه مدت نماز نخوندم، خدا هر چیزی که بهم میداد فقط یه سجده میکردم، گفتم خدایا 1000 مرتبه شکرت، واقعا شرایطم سخت بود، انصافا دمت گرم، از ته دلم سجده میکردم، خدا شده روزیم بیشتر شد. از اون به بعد نمازمو با اون سبک خوندم. گفتم آقا نماز تو بخون، تو کار نداشته باش میدی یا نمیده، تو کار خودت انجام بده. اصلا نماز برای این نیست که تو بهتر بشه وضعیتت. برای چیه نماز؟ سجده داره، بالاترین مرتبه بندگی سجده. تو سجده میکنی روزی 3 مرتبه. اصلا به خدا اصلا اونی که نمازو میخونه، اشتباه میخونه، غلط میخونه، بهتر از کسی که نمیخونه. حداقل اون روزی 3 بار 3 وعده 3 تا تایم یادش میفته یه خدایی هست، یه سجده ای کنه. الکی نیست اینا. طرف اصلا میگه آقا من بچی نماز بخونم، نخون آقا نخون. کی گفته بخونی؟ نخون. بالاترین درجه شکرگزاری سجده است. یعنی بالاترینش میشه سجده. تو میگی میخوام شکرگزاری کنم، من میگم بالاترینش اینه. تو دیگه خودت شکرگزاری میکنی، نمیکنی، نماز میخونی، نمیخونی، برای منم نخون، به حرف منم گوش نده، خودت فکر کن. خدا بهت عقل داده دیگه. بچه که نیستین. تا با کسی هم بحثمون میشین اصلا آقا مگه من بچه‌ام؟ مگه خودم بلدم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم؟ بسم الله بگی تصمیم بگیر. نماز میخوای بخونی، روزه میخوای بگیری، خود تکلیف خودت مشخص کن. اصلا با من کاری نداشته باش من چی میگم. موضوع اینه. شکرگزاری در اینجا پیاده میشه که تو نماز اگه میخونی از ته دلت. نماز نخون خدا مراقب بچه‌ات باشه، خدا بهت پول بده. نماز بخون که خدایا من هر آنچه دارم از تو دارم، شکرت 1000 مرتبه شکر، از ته دل نماز. تو لیاقت اینو داری من برات سجده کنم. این میشه شکرگزاری. میرفتم اداره طرف کارمون راه انداخت، دلاشون آقا دست در نکنه لطف کردی. برای خدا دلا نمیشی. اون وظیفش بود لعنتی، کارت هم انجام داد. حالا هرچی یه امضا زده کارت انجام داد، چون به تأخیر ننداخته برات میگه خدا، میگی آقا دست در نکنه، وظیفه‌شه. ولی خدا چی؟ هر آنچه داری از خدا دادی. آدم دائم رو تخت بیمارستان بنده خدا نمیتونه نفس بکشه، با زور دستگاه داره نفس میکشه. تو نفست مال خودته. شکرگزاریشو نمی‌کنی، تشکرشو نمی‌کنی، بعد توقع داری خدا بهت بده. گفتم آن چیزی که بهت میده، وسیله‌ای که هم خودکاره، مثال خودکاره، ببین چجوری داری ازش استفاده می‌کنی، از چیزایی که بهت داده چجوری استفاده می‌کنی. اینو نگاه کن، بعد برو ازش بخوا. وقتی این رود میشه ازش بخوای، وقتی این رود میشه بگی شکر نعمت افزون کنن. تو صد خودتو بذار تو شکرگزاری، توی کلامت، توی رفتارت، توی عملت شکرگزاری تو انجام بده. ببین خدا از در و دیوار، آسمان و زمین خیر و برکت برات میرسونه. این ویدیو تمام شد. امیدوارم بتونی اون لب مطلبی که من دنبالش بودم رو دریافت کرده باشی. اگه واقعا این مطالب رو دوست داری و میخوای من هر بار از این ویدیوها برات بذارم و تو هم استفاده کنی، لطفاً سابسکرایب. روزگارت بر وفق مرادت باشه. شکیب باش.